أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حسرة على العباد وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وما أنزلنا نازل نکردیم ما على قومه به قوم ازمی، مردی که از انبیا دفاع کرد، من بعده بعد از شهادت ازی، من جند من السماء کدام لشکری از طرف آسمان، و ما كنا منزلین و نبودیم ما که لشکر نازل کنیم، ان كانت الا صیحة واحده نبود هلاکت از اینا مگر یک آواز بود، فاذا هم خامدون در امو وقت اینا همگی هلاک شدن. یا حسرتا علی العباد افسوس به بنده ها، ما یأتیهم من رسول نمیامد اینها را یک پیامبر، الا کانوا به یستهزئون مگری که بودن اینا به او استهزا و مسخره میکردن. الم یروا کما اهلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا یرجعون، آیا نمی بینن اینها که بسیار هلاک کردیم پیش از اینها من القرون اهل زمانه ها را، انهم الیهم لا یرجعون که اونها به طرف از اینا بازگشت نمی کنن. و این کل لما جمیع لدینا محضرون، نیستن هر یک از اینها مگر جمع میشن در حضور ما حاضر کرده شده، همگیشان جمع میشن. واقع انبیاء را الله بیان کرده ای صورت به خاطر عبرت گرفتن کفار دنیا، چه اهل مکه باشد و یا غیرش که تا قیامت میان، و مرد مومنه که از یک جای دور آمد از انبیا دفاع کردن و اونا را دعوت داد، مثل انبیا علیه السلام بسیار به حکمت دعوت داد و بالاخره اینها این را به شهادت رساندن. الله حکم کرد که داخل شد جنت و بعد از این الله قوم ازی را هلاک کردگی است و هلاکت ازی را الله میگه ما کدام لشکری روان نکردیم، فقط یک آواز به بالا از اینا صورت گرفت، همگیشان هلاک شدن. و ما انزلنا علی قومه دریه تحقیر است از برای از اینا و تصغیر کردنشان، کوچک نشان دادنشان است، حالتشان و هلاکتشان را بسیار کوچک نشان میده که کدام لشکری را ما روان نکردیم که اینا را بسیار قوی بوده باشند، با وجودی که مؤمنه و ای دعوتگر ای تابع انبیا را که کس اتباع انبیا بود را شهید ساختند، ولی برای هلاکتشان کدام لشکر ضرورت نبود، خاطر که انسان ها در برابر الله بسیار ضعیف هستند، یعنی محتاج نبود کار هلاکت از اینا ان نرسل علیهم ملائکه که ملائکه را به اینا روان میکردیم به خاطر هلاکتشان. اینا بسیار حقیر بودن، کوچک بودن از اینکه ملائکه روان شود. و ما انزلنا علی قومه نازل نکردیم ما به قوم ازی، امی شخصی که هلاک شد حبیب نجار اینا شهید ساختن، به قوم ازی من بعده بعد از هلاکت بعد از شهادت امی مرد مومن که از انبیا دفاع کرد، من جند من السماء کدام لشکری از طرف آسمان، یعنی به خاطر هلاکتشان کدام از لشکری روان نکردیم، به خاطر که اینا بسیار کوچک بودن، حاجت لشکر نبود اینا. و ما کنا منزلین و نبودیم ما نازل کننده کدام لشکر را. چه قسم بود هلاکت از این کانت نبود عقوبت از اینها عذاب از اینها، الا صیحة واحده مگر یک آواز بود که آواز جبرائیل به بالایشان، صاحبیم جبرائیل یک چیخ زد، فاذا هم خامدون ناگهان در اون وقت همیشان خامدون یعنی میتون مردار شدن، هیچ حرکت نداشتن. خمود اما آتش که یک دفعه خاموش شود، همه تو اینا خاموش شدن، کدام چیزی از اینا حرکت باقی نمان، نفسایشان خمود و خاموش شد مثل که آتش خاموش می شود. یک آواز بود، یعنی که ملائکه را الله قدرت داده که به یک آواز همگیشان هلاک شد.
مفسرین میگه دیت استحقار است، یعنی حقیر شماریدن هلاکت از ایناست که اینا خود دوست خاص ما که از جمله اتباع انبیا بود و چقدر نرم دعوتشان داد، شهیدش کردن، عذاب آسمانی آمد. همین قسم از هر کافری و قومی که در برابر اهل حق استاد شود الله هلاکشان میکنه، اگر که مهلت برشان میته، ولی آخرش هلاکت است. زیرا که اینها بسیار ذلیل بودن و سبک بود هلاکتشان به اینکه ملائکه روان کنه. و روایت شده است که لما قتل حبیب نجار، وقتی که حبیب نجار شهید ساختن، غضب الله تعالی له، الله به خاطر ازی غضب کرد به بالایشان، که غضب کرد که این رسه که اینطوری کشتن، اینجا خبر نبود که الله انتقام گیر است. فعجل لهم النقمه، عذاب تعجیل کرد، یعنی زود آورد، الله زود عذاب آورد. امر کرد جبرائیل، فصاحبهم یک شیخ زد جبرائیل، همگیشان مردار شدند، در آخرین نفر کلش خلاص شدند. و ایرا راه بیخکنی برشان گردانید، همه، یعنی یک فرد از اینام نماند. این قوم هم الله سک به خاطر نبی نی، به خاطر یک اتباع نبی، یک تابع نبی، یک کسی که نبی دفاع کرد، الله یار حلاک کرده. از این فهمیده میشه که غیر از انبیا دیگه کسایی که دعوتگرای بر حق هستند و علیه کفر شرک مبارزه میکنن، کسی که اینا رو شهید بسازه الله و مردم هم حلاک میکنه. از یه فهمیده میشه که مردمایی که غیر از نبی را هم اقدام به قتلش کنن و قتلش بکنن، الله اونا را حلاک میکند. یا حسرتا علی العباد، افسوس به بنده ها. الله میگه اینا خو حلاک شدن، افسوس از به این مکذبینی که انبیا را تکذیب کردن، منکرین هستند به آیات الله، احکام قانون الله را قبول ندارن. افسوس از به اینا که نمیاد نامده هیچ پیامبری به اینا نامده مگر تکذیب کردن. یعنی تو بنده های مکذبین، بنده خواستن ولی بنده نافرمان تکذیب میکردن. یعنی ازی فهمیده میشه که هیچ نبی نامده مگر ای که استهزا شدگی است. هیچ نبی نامده استهزا و مسخره شده. بیش از 1 لک نبی که آمده استهزا و مسخره شده به خاطر دین الله، توهین شدگی است، حتی اقدام به قتلش و بعضش هم شهید شدگی است، بعضش هم کشته شده در ایران. پس ما شما خو آبرو عزت ما در برابر انبیا هیچ چیز نیست. اونا که به خاطر دین الله از آبروی خدا تیر شدن، از عزت خدا تیر شدن، از جان خدا تیر شدن، ما شما خو باید باشیم. حالی که ما یکم تا را میگیم که دعوت بتی کار بکو به اسلام، میگه اگر مرا بگوید تو را چی، باید ما چی بگویم؟ گپ تو را چی را قبول نداره. آبروی ما میره، عزت ما میره. تو عزت از عزت انبیا کده بالاست. این انبیا عزت ندارن. بیش از 1 لک نبی هر کدامش استهزا و مسخره و توهین و تحقیر و گپای بد و گپا کلش گفته شده، تا که به خاطر دین الله تکلیف نبینی، توهین نشی، استحقار نشی. این اسلام خب باز پیشرفت نمیکنه که بگوی هیچ گپی هم نشه و بسل دعوت هم شه. این که اگم تا میگه ما را فلانی ها اینطور میگن، و تو ما و شما را خود چیز نمیگن. باید که این گپ ها اگر میاید و این عادت است و این یک چیز بد نیست، این بسیار درجه داره. کل انبیا می بوده. کار انبیا که دعوت میداد چی بود؟ اینا استهزا کردن. آیا الله انبیا را دوست نداشت؟ بله، بهترین مخلوقات روی زمین بوده. از نوح علیه السلام گرفته تا موسی علیه السلام، تا عیسی علیه السلام، تا داوود علیه السلام، تا سلیمان علیه السلام. یعنی الله هر کدامیشان دوست داشت. بسیار مقرب ترین بودن، به می خاطر تکلیفشان در ارتباط دین زیاد بود. بسیار تحقیر می شدن، بسیار توهین می شدن. دیگه ما و شما باید که به این راه انبیا را ادامه بدیم. راه انبیایی است که باید جدی کار کنیم. اگر که تحقیر و توهین شویم، اگر که اقدام به قتل ما صورت بگیره، هر کاری که شود. یعنی این قسم عادت مجرمین بود در هر زمان و مکان.
در هر مکان، در هر زمان، در برابر انبیا و تابعدارای انبیا. حالی که ما شما میگیم خاتم النبیین رسول الله صلی الله علیه و چقدر توهین شد، الله چقدر او را دوست داره که یا ایها النبی یا ایها الرسول به منصبش یاد میکنه، ولی بسیار توهین شد که حتی مرداری را سر شانهش ماندن، سر گردنش ماندن. این که ساحر و مجنون و کاهن و این گپا بسیار گفتن میشد، ساحر هستی، دیوانه هستی، مجنون هستی. بیضاوی میگه که انهم احقاء بان یستحسروا علی انفسهم بان یتحسروا. خب یا حسرتا علی العباد، کی افسوس بکند؟ اینجا سوال پیدا میشه که الله گفت که افسوس، الله افسوس میکنه به بندای مجرم خود؟ میگه نه، یعنی یا حقدار بودن، اینا مستحق بودن، سزاوار بودن که خودشان افسوزی میکنن به نفسای خدا، یا حسرتا یعنی افسوزی کنن به نفسای خدا، او یتحسر یا دیگه کسا افسوزی کنند، مثلا دیگه انسان ها افسوس به اینها که هیچ نبی نامد، توهین کرد، هلاک شد، رفت با آتش. این بیچاره مردم های ذلیل و پست افسوس شود به اینا. یعنی کار از جهت شدت و عظمتش الله میگه به جای رسیدگی است که کل من یتأتی منه تلهف، هر کس میگه از یک افسوزی بیرون میشه. در وقت هلاکتشون که بیایی ببینی انسان افسوزی میکنه که افتیدگی است، نه مردهایشان لاششان افتیده، یک بار کل قریه شهر هلاک شوه، بیایی افسوزی میکنی که چرا کاش که کار نمیکردن، کاش که اینا عبرت میگرفتن. یعنی اذا نظر الى حال استهزاء بالرسل تحسر علیم، وقتی حالت استهزایشان به انبیا را میبینه افسوزی میکنه، یعنی افسوس به این مردمایی که میرن به آتش. و قال میگوید که یا لها من حسرت و خیبه، هی افسوس و ناامیدی و هلاکت به این محرومین مجرمین که تبدیل کردن ایمان به کفر، سعادت و نعمت و آرامش به شقاوت و عذاب تبدیل کردن. پس در این آیت تعریض است، اشاره است به کفار قریش و هر کفاری که تا قیامت میاد که تکذیب کردن انبیا را، و حالت از اونا مثالش مثل حالت اونمو قریه است، همین کفار دیگه اونمو شهر است که الله اونا را تهدیدشان کرد و قبول که نکردن هلاکشان کرد. الم یروا که اهلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا یرجعون، آیا اینا نمیبینن این کافرها، یعنی عبرت نمیگیرن؟ ای مشرکین دنیا، کفار دنیا، با کسایی را که ما هلاک کردیم پیش از اینا، که کم اهلکنا، این بسیار هلاک کردیم، قبلهم پیش از اینا، من القرون از مردمای زمانه ها، امتها را هلاک کردیم. نمیفهمن اینا تا که بفهمن که انهم یقینا امین مهلکین، کسایی که هلاک شدن، الیهم به طرف زنده ها، لا یرجعون بازگشت نمیکنن، یعنی هیچ به دنیا نمیان که مردن خلاص دیگه برشان فرصت داده نمیشه، نمیبینن که اینا مردن هلاک شدن پس نمیان. چرا عبرت نمیگیرن؟ چرا توبه نمیکنن؟ واقعا این کافرها را که میبینی عادتشان همینطور است، مثلی که در افغانستان روسا حمله کرد، نه؟ انگلیسا چند بار اینجا آمدن و مردار شدن و نه؟ چقدرشان جهنم رفت، با آتش رفت، با دیگهش آمدن وایشان مردار شد و رفت و هیچ دیگه عبرت نمیگیره، با دیگهش میه. هیچی نمی مردم خواه مستحق آتش هستن دیگه، نمیفهمن که اینا به طرف دنیا نمیان. یعنی عادت سابقی همی کافر هست، وش میره وش میره وش میره، میبینه که هلاک شد، خوب به چشم خود میبینه، نه نگهش ما شما بگیم اونا او 14 قرن پیش نه نمیجه، میبینه که اینه مردار شد، هلاک شد، تباهی شد، باز ببینی که میایه. و این کل لما جمیع لدینا محضرون، نیستن هر یکی از اینها، یعنی نیستن تمام امتهای سابقه مگر همگیشان در حضور ما حاضر می شوند. این چیزی که امتها تیر شدگی است و در آینده می آید، چیزی که انسان هایی است، جمیعان همگیشان بر حساب، بر جزا و بر سزا در روز قیامت محضرون حاضر می شوند،
پیش روی احکام الحاکمین میان. غیر از که در دنیا هلاک شد اونجا حاضر میشن همه انسان ها، هیچ کسی نیست که باقی بانه. باز الله اینا را مجازات میکند، سزا میده به سبب اعمالشان هر یکیشا. اگر خیر بود ایمان و عمل صالح عقیده بود اون جزایش خیر است، و اگر شر و بد و فساد و کفری نبود اون جزایش آتش است. ابو حیان میگه این جمله را الله آورد که این کل لما جمیع لدینا بعد از ذکر هلاکت از اونها. چرا؟ به خاطر که وضاحت میته به ما و شما که الله تعالی مهلکین را اعلان نمیته. این کسایی که در دنیا هلاک شد خلاص نشده که اعلانشان بته برو خلاص شد، بلکه بعد از هلاک دوباره جمع شدن، حساب و عقاب است. دیگه عذاب سخت است، از عذاب دنیا کده سختترین عذاب میره این مجرمین، سختترین عذاب. و این کسایی را که در دنیا الله بعض نعمتها را داد مصلحین هستند، اینا را هم زنده میکند و ثواب میته اضافه، نعمتهای بسیار زیاد دیگر را برشان میته. این ظالما و کافرها را الله ماندنی نیست. شما تو فکر نکنین که در دنیا اینا عذاب دیدن یا ندیدن ما بگوییم که برو دیگه خلاص شد، یعنی خلاص دیگه میرون دیگه مردن و خلاص شد دیگه گپی نیست. نه یارو ماندنی میگه من نیستم، کلشان پس حاضر میکنم. و آیت لهم الارض المیته احییناها و اخرجنا منها حبا فمنه یاکلون. و آیت لهم الارض المیته، آیت و نشانه قدرت است از برای الله وحدانیتش، لهم از برای انسان ها، الارض المیته زمین میته، زمین خشک خود مرده، خشک یعنی مردگی خشک، احییناها که زنده میکنیم میره، و اخرجنا منها حبا بیرون میکنیم از زمین دانه ها را، فمنه یاکلون بس این انسان ها میخورن. و جعلنا فیها جنات من نخیل و عناب و فجرنا فیها من العیون، گردانیده استیم ما یعنی پیدا کردیم ما فیها در زمین جنات باغها، من نخیل از خرما درختای خرما، و عناب درختای انگور، و فجرنا فیها من العیون روان کرده استیم در زمین از چشمه ها، لیاکلوا من ثمره تا که بخور انسان از میوه های ازی، و ما عملت و ایدیم عمل نکرده دستای ازینا، یا این چیزی که دستایشان کار کرده افلا یشکرون، چرا اینا شکر و سپاسگزاری نعمتهای الله را با عمل نمی کنن، با زبان با عمل با عقیده. مناسبت شیعت که الله واقع و شهر بیان کرد، هلاکتشان هم صحیحه آمد به خاطر که انبیا را تکذیب کردن و دعوتگرا را شهید ساختن. حال الله دلایل و برهان ذکر می کند به قدرت و وحدانیت خود در بیرون کردن زراعت و میوه ها، شب و روز آمدن، آفتاب مهتاب، جریان آفتاب مهتاب با یک نظم خاص، کلش دلیل به قدرت و وحدانیت الله است. با شبهات مشرکین در ارتباط قیامت بیان میکنه، با دلایل برشان رد میکنه. و آیت یعنی آیت علامه و نشانه است، برای چی؟ که دلالت میکند به وجود الله قوی. این مخلوقات و این تغییرات و نظم که میبینی هم به وجود و هم به وحدانیت الله. مثل که ابو طاهیه میگه، یک شاعر است که فیا عجبا کیف یوصل اله، تعجب است میگه چگونه نافرمانی اله میشد از طرف انسان ها. ام کیف یجحده الجاحد، چگونه میگه منکر از الله انکار میکنه، یعنی امکان نداره، عقل داره اگه عقل سلیم باشه. ولله فی کل تحریکت و تسکینت ابدا شاهد، الله میگه لله حتمی الله در هر حرکت، هر جایی که حرکت است، شاهد الله اونجا حاضر است. و تسکینت و در هر جایی که سکون است ابدا همیشه الله اونجا حاضر است. حرکات، قلب ما حرکت میکنه، معده ما حرکت میکنه، گردهای ما در حرکت است، آفتاب در حرکت است، سیارات در حرکت است، در کل ازی وجود الله است. اگر الله نباشد حرکت خود بدون محرک نمی باشد. و در هر چیز از برای الله آیت است، یک دلیل قوی است، دلالت میکنه که علی انه واحد، که الله واحد است. می تعجب است به آدمایی که از الله انکار میکنن، اینا و از وحدانیتش انکار میکنن. یعنی از اردوش دلایل کائنات همین توست که هم به وجود الله دلالت میکنه هم به وحدانیتش.
یا کیستن؟ اینا کمونیستای عقیدتی هستن فعلا، که میگن الله وجود نداره، کائنات سر به خود میگه روان است، ما هم تصادفی و سر به خود. ادیان میگه چیزی نیست، 1,24,000 نبی را میگه نه تیر نشده، یعنی چیزی سایکو که بیخی به تواتر رسیدگی انکار میکنه. تاریخ انبیا که بیخی و واضح و روشن است، میلیون ها انسان سر از او شاهد است، میگه نیست. خودشان یک تاریخ مرداری که هیچ دو کدام مستندی نداره به نام چیز است، ما قبل تاریخ و ما بعد تاریخ و کمون اولیه و این گپا، چیزایی که هیچ کدام مستند عقلی و نقلی ندارد، از او چیزا یاد میکنه. کمون اولیه، انسان چی میکروب بود و بالاخره شادی شد و بالاخره ایتو شد و یه احمقای پلیتا دمی قرنای اجلا آمدن این نظریات آورده. وای با مسلمانایی که زنده باد گفته پشت از اینا میده این سرزمین هزاران نفر میال عقیدتاً نیست است از الله منکر است فعلا دمی افغانستان. تعجب میکنی کارام میکنن، خب حزبام دارن، گندام دارن، گند اونا کار کرده رایستن امیاله دیگم تلویزیون ها گپام میزنن. وقتی که تو میگی الله ای تو خدایی تو کرد، الله ای تو کرد، خدای دستی وکو، الله دستی وکو و خنده میکنن. خب میگه ای خدا و الله چی میگنی مرد و سرما و شما خنده میکنن. میگه خدا نیست، اله نیست، الله نیست، خالق نیست، تو بیدینا هستن. و آیت لهم الارض المیته احییناها، یعنی از جمله نشانه های وجود و وحدانیت الله لهم از برای از انسان ها الارض المیته، زمینی است که خشک است که دلالت به کمال قدرت الله و وحدانیتش میکند. این زمین عظیم است که خشک، نباتات ندارد، زراعت ندارد. احیینا ما زنده میکنیم، تازه میسازیم. میره به چی؟ به باران. باران هم الله میارد، هیچ مخلوق نمیتونه باران بیاره. سرسبزش هم الله میکنه، هر دویش. مفسرین میگن موت الارض جدبها، یعنی خشک بودنش، احیایش با باران. وقتی که الله پایین کنه و باران را اهتزت، حرکت میکنه، میپنده. و انبتت میرویانه من کل زوج بهیج، هر قسم تازه سبزی ها و درخت ها و میوه ها و نباتات. امیال مای بهار و نمیاد ببینی که تو سرسبز میشه. اینا میگه الله میگه این کار ماست، اینا که شما میبینین این طور شد، این سر به خود نیست، اما آسان ما این کار میکنیم. به مو خاطری کمونیست طایفه فکر میکنه که سر به خود است. و اخرجنا منها حبا فمنه یاکلون، بیرون میکنیم ما منها از اینمی زمین به سبب یمیاب. چرا؟ حبا، انواع حبوبات. حبوب دانه ها را میگه که گندم باشه، جو، جواری، لوبیا، نخود، ماش و نسک و دال، انواع دال این چیزا یا غذاییات هستند، انواع حبوبات، تا که انسان ها تغذیهشان زندگی کنند. اگر میاب باران نباشد، این نباشد، خلاص دیگه مرگ است، میموری آنه. قرطبی میگه که الله تنبیه میته اینا را به احیای موتا، به زنده کردن مرده ها. یعنی قسم کمایی را بیرون میکنیم، امی قسم شما از قبرها میخیزین، پس خود آماده کنین. هدفی است که اگر بگوی قیامت است عمل نمیکنی، خود تبایی است. خود را آماده کو، عمل بکو. و تذکیرشان میته به توحید و کمال قدرت خود، که زمین خشک است تازیش میکند الله، دانه ها را بیرون میکنه. فمنه یأکلون، بعض از زمین دانه ها را میخورین، تغذیه میکنین، و بعض دیگه چی میکنین؟ اونو به حیوانات و اینا میدهین. و جعلنا فیها جنات من نخیل و عناب، پیدا کردیم ما در زمین جنات، یک باغ نی، باغ ها، انواع باغ های تازه است. باغ های چی؟ من نخیل، از خرما. در اینجا خونه، در اینجا زیاد انگور است، باغ های انگور، باغ های سیب. اینجا سیب و انگور بسیار زیاد است، نه؟ اونجا زیاد چی بود؟ زیاد خرما بود، باغ های خرما. اونجا بسیار پر است دیگه، هر طرف سعودی عرب سعی کنی باغ است، باغ خرما. این تو باغ است که به به، حال خوب بسیار کار کرده. و دیگه ای که و عناب، انگورها. عناب جمع عنب، یعنی یک نوعی اقسام که چندین قسم و چقدر باغ های انگور است.
و اینجا دیگه اینی دیگه باغ‌های فریمان. و فجرنا فیها من العیون، جاری میکنیم ما در زمین از زمین آب شیرین. فیها در روی زمین من العیون، عیون یعنی چشمه ها، نهرها، در شهرهای مختلف، دریاها. همین دریا که میره، نهر میره، چشمه میره، الله میگیره ما میکنیم. اگر الله نکند نمیشه. اگر الله نخواهد هیچ نه نهر است نه آب است نه چیزی. این سر به خود نیست. لیأکلوا من ثمره و ما عملت ایدیهم، تا که اینا بخورن استفاده کنن از میوه ازی. چرا اینا را ما بیرون میکنیم؟ تا که استفاده کنن. از این فهمیده میشه که انواع نعمت ها بر خوراک و بر استفاده است، ولی بسیار نه و اسراف نشه، حلال باشد به طریق حلال، اسراف نشه. و دیگه هم میشنید که هر چیز انسان بخوره و بعضی وقت استفاده نکنه، به خاطر که زهد یک چیز مهم است که انبیا و صحابه داشتن. زهدی را میگه تقلیل من الحلال، از امو حلال هم کم استفاده کرده. ایتونه که همیشه هر چیز دیدی خورده بوری بگوی که الله میگه استفاده کنن، استفاده کو به اندازه و به اسلام به این کار کو. اشکم کو تونه کل پیسرت سرش کم زده برو، نه سر خانه و اشکم و لباس این چیزا برای اسلام هم مصرف کو، کم سرش کم مصرف کو. خصوصا در این وقت که اشد ضرورت است. در این وقت ما شما قانون اسلام صحیح تطبیق نمیشنه، این بسیار ضرورت است. لیأکلوا من ثمره، تا که بخورن از انواع میوه که ذکر شد، باغها و خرماهایی که الله را فریدگی است به اینها. و ما عملت ایدیهم، یک معنایش است که عمل نکرده دستای از اینا، یعنی در بیرون کردن از این ما این کار کردیم. افلا یشکرون، چرا شکر نمیکنن؟ و ما عملت، عمل نکرده، نافیه. دوم است که لیأکلوا من ثمره و ما و مما عملته ایدیهم، از آن چیزی که عمل کرده دستایشان، یعنی اینا کار میکنن. چی را بخورن؟ یکی از این میوه، دیگه از اون چیزی که محصولات آنچه که کار میکنه دستایشان، یعنی توسط دست خودان، زحمت خودان، کاربار خودان به دست میارن استفاده کنن. چیز دست از اینا چی کار میکنه؟ غرس میکنن درخت، زراعت میکنن، نه که خلبه میکنن زمین، درو میکنن، این کارا. ابن کثیر میگه وقتی که الله احسان کرد به مخلوق خود به ایجاد زراعت، مختلف میوه ها عطف میکند میوه زراعت گفت آل ثمار میوه ها را میگه. زراعت چی بود؟ حبا و اخرجنا منها حبا، حب زراعت میگه. ثمار میوه ها یعنی درخت های سیب و انگور و انار، این چیزا انواع ازی اصناف ازی این را یاد میکند. این کلش رحمت الله است به مخلوق، کل رحمت است. یعنی به سعی از اینا نیست، مشقت از اینا نیست. ما شما فقط دانه را میپرتیم یا درختها را چی میکنیم؟ غرس میکنیم، دیگه میبینیم چی میشه. اگر الله خواست میشه و نخواست نه. ما دمی اولی خود یا چند تا را غرس کردیم هیچ چیز نشد، آخر او پس انداختیمش. حال باز مثال انتظار داریم که باز چی گپ میشه. این کار الله است، میشه نمیشه کار الله است. ولا بحول ولا قوت، یا به حول و قوت از اینا نیست، این قوت الله است. اگر الله نخواد چقدر باغ مصرف میکنیم هیچ چیز نمیبره، یا مرض میزنیش، نه حال چقدر مرضا زیاد شده. و می خاطر الله میگه افلا یشکرون، آیا اینا شکر نمیکشن، سپاسگزاری نمیکنن که این را ما بیرون میکنیم، این نعمته. شکر چی است؟ عقیده، الله را قبول نمیکنن نعمتایش و مطابق قانونش عمل نمیکنن. اینجا شکر قرآنی همیست که به قول، به عقیده باشد، به عمل باشد، به ارزش باشد. افغانی شکر که اصر به زبان است، شکر میگه خلاص. فلا یشکرونه علی ما انعم، با آنچه که الله نعمت کردگی است به اون نعمت ها. ابن جریر میگه که انما به معنای الذی لیأکلوا من ثمره و ما عملته ایدیهم. این ابن جریر میگه بخورن از میوهش و او چیزی که عمل کرده دستای از اینها، یعنی غرس کردن، نصب کردن. دیگران میگن نه ما نافی است که دستای از یا کار نکرده، این کار بیرون شما کردیم. هر دوش صحیح، غرس و نصبش انسان میکنه، بیرون کردنشو رویاندنش الله میکند. سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. پاک است الله
الذي آن ذاتی خلق الازواج که پیدا کرد جوره ها و اقسام را کلها تماما اقسام کلش مما تنبت الارض و از آنچه که بیرون میکند زمین بیرون میسازد و من انفسهم و جوره هایی که از نفسای خودشان است و مما لا یعلمون و او جوره هایی که نمیدانن اینا. الله رسای کنین که ای تو جوره ها را پیدا کرد یکی از زمین بیرون دیگه نفسشان دیگه جوره هایی است که نمیفهمین شما. آل ما فهمیدیم در وقت نمیفهمیدن، آل بسیار فهمیدیم که جوره های زیادی بوده. سبحان الذی یعنی منزه است، پاک است، مقدس است، اللهی که بسیار عالی است و جلیل صاحب عظمت است. الذی میگه تسبیح بگوین، پاکی بگوین، شریک و اولاد و عز و عجیزی رازی نفی کنین. خلق الازواج کلها، این تو ذاتی که تماما جوره ها را پیدا کرده. ازواج اصناف اقسام، رنگ های مختلف، مزای مختلف، اشکال مختلف، تماما اشیا. و چی است این ازواج؟ مما تنبت الارض، آنچه که بیرون میکنه زمین با حکم الله، که او خرما است و درخت است و زراعت است و میوه هاست و سیب است و انگور است و انار است. این دیگه ای که و من انفسهم، از نفسای خودشان، ذکور است، ایناس، مرد و زن، جوره هاست. و مما لا یعلمون، چیزایی که علم ندارن، مخلوقات عجیبه، اشیای بسیار غریبه که حیوانات باشه و خزنده ها باشه و پرنده ها باشه. و دیگه و مما لا یعلمون دیگه ای که حتی درخت ها حالی را در کردنی دکترها و اینا، دکترهای زراعت، که همین درخت ها مذکر مؤنث داره. همین بادها که هست میگه القاح میکند، همین مذکر موادش میبره به مؤنث، او باردار میسازه، باد این میکاره میکنه بادها. مثل که الله در دیگه آیت میفرماید و من کل شیء خلقنا زوجین، هر چیز ما جوره پیدا کردیم لعلکم تذکرون، تا اینکه شما پند و نصیحت بگیرین. حتی اینجا میگن که حال علم جدید می سبحان الله پاک است الله، چقدر قدرتش بلند است، که سابق میگه ایگه بود که زوجیت فقط در انسان و حیوان است، در دیگه چیز نیست. قرآن آمد معجزه بزرگش ثابت ساخت که نه، در دیگه چیزا هم هست غیر از انسان و حیوان. ثابت ساخت آن چیزی را که علم جدید آل نو گپ میزنه که زوجیت در بین انسان، حیوان، نباتات هم است، ذره، دانه ها و سایر کائنات. ذره فقط ثابت کرده آل علم جدید که ذره هم اصغر و اجزای الماده، ذره کوچکترین اجزای ماده است که همی اتم است و این هم مؤلف شده از زوجین، چند قسم، میگن نیوترون و الکترون و پروتون. خود اینمی اتم از چند، خودش یک ذره است ولی جوره خود داره. در تجزیه اتم باز اینا با ما اتمی و هیدروژنی را ساختن. اینا مختلف اشعای دار، مثلا حتی میگه از اشعای کهربایی یعنی برق، لاین مثبت منفی، نه همه جوره، آسمان، زمین، آفتاب، مهتاب، همین لاین برق هم است، این جوره داره. تا که یک جاش نکنی نمیشه، تنها منفی تنها مثبت کار نمیده، یک جای شد تولید میکنه روشنی را که سالبه و موجبه است منفی. اینا یتزاوجانی و یتحدانی جوره میشن. و ان بین النبات اعضاء، در بین نباتات اعضای مذکره اعضای مؤنث است. فسبحان العلی القدیر الخالق که می خلق الازواج و من کل شیء خلقنا زوجین. این آیت ها یکی از اعجاز علمی است بر از اینا. این آیت ها سبب ایمان امسال کافر شده. یعنی 14 قرن پیش میگه پیامبر چی میفهمید که جوره ها در دیگه چیزا هم هست، در حالی که وسایل علم موجود نداشت. از این فهمیده میشه قرآن کلام انسان نیست، قرآن کلام خالق انسان است. ولی بازم که ایمان نمیارن دیگه، نه الله یک گپ میگه و تو تحقیق میکنی که همونطور است دیگه. باید ایمان بیاری، باید قبول کنی نظام الله را، که نمیکنه زد و اناد است، پس جای از اینا آتش است. و آیت لهم اللیل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون، دیگه نشانه قدرت است برای از اینها اللیل و شب، نسلخو که میکشیم ما، منه از اینمی النهار روز را، روز بیرون میکنیم. نسلخ سلخ
نزع میگه کشیدن، فانسلخ منها، مثل که مو عالمی که در سورت اعراف تش فانسلخ یعنی بیرون برآمد از شریعت الله، از حکم الله. یقال فسلخ الجزار، مثلا جزار گفته میشه، عرب ها میگن که کشید جزار یعنی همی قصاب جلد شاتی، پوست گوسفنده، پوست گوسفنده کشید یعنی نزع الجلد. فسلخ و مسلخ هم میگن، مسلخ میکشه این پوست را، از گوشت بیرونش کرد، پوست از گوشت بیرون کرده. اینجا الله میگه نسلخو بیرون میکنیم، میکشیم ما، منه از اینمی شب النهار، روز را میکشیم، یعنی شبی را میپوشاند ما میکشیمش. از این که از این شب روز که کشیدیم یعنی روز اوسو میشه، روز که آمد شب میپوشانه. وقتی که روز کشیدیم اوسو کردیم فاذا هم مظلمون، ناگانی مردم در تاریکی میان، تاریک مطلق در تاریکی میشن. اینجا میگن که از این هم یک آیت است که دلالت به اعجاز علمی قرآن میکنه. میگن اصل در روی زمین تاریکی است، اصل تاریکی است. روشنی که میاد یا عارضی است، از بیرون میاد، خارجی است. مثلا آفتاب اینا میاره، اگر اینمی آفتاب اینا باشد اصل خود زمین روشنی نداره، تاریکی مطلق است، قد در تاریکی میاد. اینجا هم قرآن میگه که امی روزه که کشیدیم میاد در تاریکی، یعنی در اصلش قرار میگیره. یا هم دیدن که در وقت پیامبر چی میفهمید که اصل روز، اصل زمین چی است؟ روشنی است، تاریکی است. یا میگه یکی از دلایل اعجاز است علمی و ساینسی فعلی است. علامه دیگر است به انسان ها آیت لهم، به کمال قدرت ما و وحدانیت ما، اللیل و شب است. شب میگه دیدین ما و شما بعض چیزا را تو میره هیچ فکر نمیکنیم، میگه سر از فکر کنیم، این سر به خود نیست. مثل کمونیستا میگن تصادفی روان است. این تمی کمونیست طایفه، ما با یا ایران میمانم، شما یار نمیبینین، ما زیاد میبینم پروفیسور هم هستن، چیز بوهان دست، بوهانوال است، یه قضیات هستن، اینمی تو چتیات میگه که این تصادفی سر به خود روان. به خاطر که هم نان لینین خوردگیستن نیست، سابق درود بر لینین کبیر میگوین، اونم سابقه زندگی کردگیستن، ریسفید مردگی هم هستن، کلاشان شور خورده میرن، اینمی که پارا میزنن. ما اگه هم دفعه میخوایم که از اینا بفهمیم اینا چی میگن. باز برشان میگم که اینطور، باز میگه که آلا اینطور است، هیچ بحث هم نمیکنن. خب همیتون گپ خدا میزنه و میره. و آیت لهم اللیل، نشانه قدرت است از برای اینا شب که نسلخو یعنی زائل میکنیم ما، دور میکنیم ما، منه از اینمی شب النهار، روز را دور میکنیم. که کدیم چی میشه؟ نفصل یعنی جداش میکنیم از روز اوسو میکنیم فاذا هم مظلمون، میکشیم روز ازی و ناگهان اینا در تاریکی میمانند، یعنی داخلون فی الظلام، مظلمون داخل میشن در تاریکی. و فی الآیه رمز، در آیات رمز است که اصل هو الظلام، اصل تاریکی است. روز که میاد روشنی از بیرون میاد، تاریکی است. و نور عارض، نور عارضی است، یعنی اصل نیست، از بیرون میاد. فاذا غربت شمس، آفتاب که غروب کرد، ینسلخ النهار من اللیل، کشیده میشه روز از شب، و یکشف و یزول، و کشف میشه، دور میشه، و اصلش که از ظلمت است، تاریکی، اونمو اشکارا میشه. و الله میگه که اینا کی میکنه این کاره؟ شب که روز آورد باز کی بیرونش میکنه؟ نسل خو، نون بر جمع، ما این کار میکنه. الله میگه ما این کار میکنم، این سر به خود نیست که خود امیم طور باشه. هیچ عقل انسان قبول کردن نمیتونه که آفتاب سه میلیون ها سال تیر شده هیچ کونه نمیشه، نه؟ و هیچ تغییرات نمیاد. چطور سر به خود همه چیز ختم میشه، نه؟ سرش زمانت تیرشایی چرا طور است؟ زر عقل که با کار پرتی. خوی مارکس لعین که گپ گفت و خب سرش ظلم شده بود، کدام گپ شده بود، اگه یهودی بود، اما اول می نظر داد، بعض استادای دیگه هم داشت. او گفت دین افیون ملت هاست، کائنات از قدیم وجود داشت، پیدا نشده، انسان تصادفی پیدا میشه، دیگه مرگ قیامت نیست.
قیامت وجود نداره، انبیا نبوده، کتاب آسمانی نبوده. خود ما تو پیدا میشیم، خود ما قانون جور کنیم، خود ما چند وقت هستیم میمیریم خلاص. و الشمس تجری لمستقر الله ذلك تقدیر العزیز العلیم. آفتاب روان است لمستقر الله، در جای قراری که برای ازی است. حال میگه آفتاب ببینید، یعنی نشانه دیگه. و آیت لهم اللیل و آیت لهم الشمس، دیگه نشانه قدرت الله است برای انسان ها چی است؟ آفتاب است. این آفتاب میگه میبینی تجری، جریان داره، یعنی روان است به قدرت الله در مفلک و مدار خود، تجاوز نمیکنه، تخطی نمیکنه. تا که میره؟ تا یک زمانی که مستقر لها، همون زمانی که استقراری برای او داده شده. وقتی که مستقر لها یعنی منتهی میشه، وقتش خلاص میشه رفتارش. باز اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت و اذا النجوم انکدرت، تا اونو وقت میره. او کدام است؟ یوم القیامه، یعنی منقطع نمیشه جریانش مگری که نزدیک خراب عالم الله بخواد کائنات خراب کند. باز قرآن چی میگه؟ یسأل ایان یوم القیامه فاذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر. اونجا آفتاب مهتاب با جمع میشه، یک سیاره دیگه خود میخوره و گردودی زیاد میشه. یک وقت امی ساینسدانا میگفتن که زمین در حرکت است، آفتاب نه. قرآن میگفت نه، آفتاب در حرکت است. چرا قرآن از زمین گپ نمیزنه؟ به خاطر که زمین کسی نمیبینه حرکتش. اگر الله میگفت زمین میگرده، مردم میگفت چه قسم میگرده؟ اونجا شک و شبهات پیدا میشه. الله میگه آفتاب میگرده، از زمین هیچ گپ نمیزنه. چرا؟ خاطر که در وقت علم موجود نداشت. اینا گفتن، خواستن که مخالف قرآن گپ دین، ظالما بیدینا، بعضی گپاشون از زد و اینات میباشه. ولی حالا این تو حالت شده که مسلمان هم دسترسی دارن. این که اگه مولایی ها میگه که انسان در کره مهتاب رفی غلط از کافر میشه و اینطوره، این گپ نیست. این کشورهای اسلامی هم مالیزیا است، اندونزیا است، پاکستان است، ایران است دیگه، یا میرن در موجه، یا سفینه فضایی دارن، اینا میبینن. حالا اولین بار میگه که انسان در کجا رفت، اولین بار که رفت در کره مهتاب یک شونم افغانی بود، عبدالحد مومن، یک شونمو بود که یک روسی رفتن و در اونجا پایین شدن در کره مهتاب. ما چون یک سال بودن چقدر بودن بعد پس آمدن. بعض مولایی ها میگه کسی گفت رفت اون خود کافر است، هر کی قبول کرد هم کافر میشه. و در کجا گفته که هر کی قبول کرد کره مهتاب هم کافر میشه؟ در بسیار ولایت ها هست. خط بازی کردن در این وقتا. یک 6 ماه پیش او به او خط رای میکرد و به او کسی بگوید که ولای تو کافر میشه. ولی اینا گفتن زمین میگرد آفتاب نه. وی سابق بود 100 سال پیش. بعد از اون که باز تحقیق دیگه کردن دیدن که نه، آفتاب هم در جریان است. حالا گفتن که کل سیارات در جریان است، تنها آفتاب نیست. آفتاب میلیون ها مرتبه از زمین کده کلان است، میلیون مرتبه، سبحان الله، ولی در جریان است. با اینمی عظمت خود الله برش وقت تعیین کرده است. این که میروه الله میگه که ذالک تقدیر العزیز، این اندازه کردن ذات عزیز است، سر به خود نیست. کمون است طایفه قبیه اقلاسی که در قرآن بشینه یقین کنید در این تفسیر مکمل همی 3 ماه شرکت میکرد جور تیار میشد. افسوس که نشد دیگه. ذالک تقدیر العزیز العلیم، اینمی اندازه ذات است که غالب است، علیم است. ابن کثیر می قول تعالی مستقر قولان 2 دانه است قول داره. یکی که ان المراد مستقرش مکانیش که تحت عرش، در زیر عرش الله، مما یل الارض که نزدیک زمین است. حدیث بخاری است که رسول الله صلی الله علیه و آله گفت ای ابا ذر اتدری این تغرب الشمس، میفهمی که آفتاب در کجا میرود؟ قلت گفتم الله و رسولش میفهمه. قال گفت فإنها تذهب حتی تسجد تحت العرش، میرود در زیر عرش سجده میکنه. خود سجده هر چیز مثل ما و شما نیست، خب که ما بگم کلی خدا پایین میکنه. ولله یسجد من فی السماوات، تمام آنچه که در آسمان ها سجده میکنه. سجده از اونها منقاد بودن، اطاعت کردن، فرمانی برداری کردن. ولله یسجد من فی السماوات والارض، هر چی سجده میکنه منقاد است. گفتیم یعنی منقاد است با الله. دوم مستقرش منتهای سیرش، انتهای سیرش است،
سیرش که می رود او چی است؟ روز قیامت است. میره حیث یبطل سیرها، باطل میشه با سیرش، و تسکن حرکتش ساکن میشه، و تکور باز پیچانیده میشه، اذا الشمس کورت پیچانیده میشه، به خاطر که همون شکل کروی را تو پیچانیده میشه. و الله کل کائنات آسمانا را و سماوات و مطویات بیمینی، میافت آسمان با سیاره همش در دست راست خود الله می پیچانش، کل کائنات سبحان الله در یک دست خود الله. چه عظیم ذات است نه؟ اینا لیگم تا میگه جسم برش ثابت کردی ظاهر که ببینیم خلیزه که مثل شم جسم اگر مخلوق میگی، خب مخلوق مشابهت با خالق نداره. اگر مخلوق نمیگی باشه، کار نداریم ما دو. لیسه که مثل شم آسمانا و کائنات بیمینی و سماوات و مطویات بیمینی. با دمو وقت میگه که انا الملک این الملوک، ما شدی پاچا این انسان ها یک میده جان شد. و ینتهی هذا العالم الى غایتی، بازی به نهایت خود میرسه. وقت باز قرائت کرد که لا مستقر لها، یعنی لا قرار لها ولا سکون، قراری نمی باشه، بل هی میره و شب و روز میره، لا تفتر ولا تقف، نه مانده میشه نه استاد میشه، به خاطر الله جاریش کرده. ذلك تقدیر العزیز العلیم، اینمی جری دورانش به انتظام حساب دقیق تقدیر الله است که غالب است به ملکت، خالم است به مخلوق خود، الله میفهمد. دیگه این قدرت الله را انسان میبینه، واقعا تعجب میکنه. والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، یعنی مهتاب میگه که شما میبینین. چرا از این دو گپ میزنه؟ به خاطر که این چیزا رو ما میبینیم. سیاره ستاره ها را الله گپ میزنه، و سخر لکم الشمس والقمر والنجوم، اما قمه که یام تابع است. دیگه گپا رو و نمیفهمیدن. حالا این علم است، از اون رازای از اونا گپ میزنه که چی گپ داره و چی کار داره و چطوره. در مریخ ستاره مریخ های آب پیدا میشه نمیشه، و این تحقیقات جریان داره چطور گپ است چنان است. والقمر قدرناه منازل، مهتاب را میگه ما اندازه کردیم منازلش، یعنی مهتاب هم که در حرکت است این سر به خود نیست، ما اندازه کردیم مسیر ازیره سیرش و در منازل می رود، در منزل ها به خاطر شناخت ماها. این چند تاست؟ می 28 منزلا فی 28 لیلتا، در 28 شب 28 منزل داره. ینزل پایین می شد هر شب در یکی از این منزل های خود، لا یتخطاها ولا یتعد، نه خطا میکنن نه تجاوز. هر روز اونمو تعیین کرده الله در منزلش میاد. آخری منزلش که شد دقه باریک میشه و استقبسه مثل قوس میشه. قوس اونمو چیز که از تیر کمان نه، این قسم میشه. مثل که اول میبره می تو باریک است، باز کلان 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 کلان، ولی این سایکو که 13 14 شدگیست، دم 14 است بخیالم. بعد از این ببینی همین تو باریک باریک باریک. قرآن میگه حتی عاده، تا اینکه بازگشت میکند. عاده یعنی ساره کل عرجون القدیم، مثل امو چی؟ عرجون امو شاخچه خرمای قدیم که خشک شده باشه. اون وقت خرما زیاد بوده اونجا، باز امو شاخچهش که خشک شده ولی راست است، خشک شده تو کچ میشه، اینی طور میشه. شاخچه های خرما خشک شود اونجا میدیدن عرب ها، اینی طور میشه، مثل شاخچه های خرمایی که خشک باشه. انقود التمر حین یجف، و نمو شاخچه ها وقتی که خشک شود و یصفر زرد شود و یتقوس، باز قوس مانند میشه. ابن کثیر میگه که جعل الله القمر تطلع، قمر الله گردانندگی است طلوع میکند کل یوم، هر روز و تغرب فی آخری، در آخر روز، و نه شب، هر شب طلوع میکنه در آخر غروب میکنه. آفتاب در روز چی میکند؟ میگه که قمر به خاطر معرفت ماه هاست. ابن کثیر میگه مثل که آفتاب به خاطر معرفت شب و روز است، ولی ما میگه فهمیده درست آسان نمیشه توسط آفتاب. و تفاوت در بین سیر آفتاب و سیر قمر، آفتاب که از طلوع میکنه هر روز و غروب میکنه در آخرش،
نقل میشه در مطالعش و مغاربش، انتقال میکنه در طلوع غروبش در تابستان و زمستان. یعنی میشه کمی فرق با ما و شما معلوم میشه که تابستان از یک طرف دیگه طرف، زمستان از دیگه طرف به دیگه طرف است و دراز میشه به سبب از این روز و شب کوتاه میشه. در این تابستان و زمستان باز شب دراز میشه و روز کوتاه میشه. این کوکب ناهاریست، یعنی ستاره روز است. هرچه محتاب که است این کوکب شب است. فقط در والله این اندازه کرده در مناظر طلوع میکنه در اول شب ما زئیلا قلیل النور، بسیار باریک نورش کمه، باز زیاد میشه نورش در شب دوم. همینطور میره و میره تا اینکه زیاد شده میره حتی یتکامل نوره، نورش کامل میشه فی لیلة الرابع عشره، در شب 14. باز شروع میکنه در نقص تا آخر ما تا اینکه مثل اون شاخچه خرمای قدیم میشه و باریک میشه. مجاهد میگه العسق الیابس یعنی خشک میشه اون قود رد، اذا عتق وقتی خشک شود و انحنا منحنی شود، باز آغاز میکنه جدید در اول ما تا آخره. یعنی همین تو جریان داره و این کار الله است. هدفی است که الله میگه این کار ما کردیم و ما و شما روزها را و شبها را توسط ازی خوب میفهمیم، به خاطر هر کی میبینه. بعضیا میگه مثلا یک تکه پاچ است که تازی کسای کنی صاف عطا معلوم میشه که همین چند دانه است. دم 15 هم سعی کنی دایی که چند روز سر ازی تیر شده، باریک نشانش میده. خب دیگه هم الله ادامه میده قدرت خدا که اینا یک دیگر گیر نمیکنن، یکی تو نمیتونن که یک جای شوند، هیچ سبقت کردن نمیتونن، یک دیگر گیر کردن نمیتونن. هر یکی در مدار خود شناخته داره. سیره انشاءالله دیگر روز میخوانیم که الله عظمتش انسان توسط از درک میکنه.